همین الان چشماتو ببند و به بزرگترین آرزوی زندگیت فکر بکن و اون رو توی ذهنت بیار. میخوام در مورد آرزوهای بزرگ زندگیت انرژی خوانی کنم و پیام‌های مخفیش رو برات رمزگشایی کنم. درود و مهر جام‌های احساس من، حال دلتون چطوره؟ عرفان هستم و امروز اومدم که انرژی خوانی آرزوها رو با هم دیگه داشته باشیم و قراره در مورد زمانهای احتمالی رسیدن به آرزوهاتون، موانعی که داخل این مسیر وجود دارن و راه حل‌های دور زدن این موانع با هم دیگه صحبت بکنیم و با هم دیگه بررسیش بکنیم. بریم که دریافتی کارت‌های تاروت رو با هم دیگه داشته باشیم و برمیگردم پیشتون. خب دوستان، من برگشتم و بریم که تفسیر رو با هم دیگه داشته باشیم. در مورد ماهیت آرزوی شما کارت‌های 3 تا کارت اول را به ما داده و کارت اولیش کارت ملکه چوب دست است که میگه یکی از مهمترین آرزوهای زندگی شما بحث استقلاله و شما میخواین که رهبری زندگی خودتون رو خودتون به دوش بکشین و دوست ندارین که کسی بیاد و برای شما تصمیم گیری هایی رو داشته باشه و بخواید طبق قوانین یک فرد دیگه در این زندگی بکنید. که من با توجه به کارت حالا ملکه چوب دست دارم این پتانسیل رو در شما میبینم که شما توانمندی این رو دارید که به یک فردی با رهبری تمام تبدیل بشید و میتونید خودتون مدیریت زندگی خودتون رو به عهده خودتون بگیرید. اما بعدش کارت 8 سکه رو داریم که 8 سکه نشون دهنده یک پروسه سخت کاری هست که این پروسه سخت کاری میتونه همون تلاش هایی باشه که شما میخواید توی این مسیر موفقیتتون انجامش بدید. بعد از اون ما کارت جاجمنت رو داریم که کارت جاجمنت نشون دهنده یه قطعی بودن این نتیجه هست، یعنی این نتیجه‌ای که شما میخواید یک رهبری باشید در زندگیتون قراره که این آرزوتون رو به دست بیارید و نظر قطعی 100% رو داره به شما میگه در واقع. ولی پروسش یک مقداری پروسه سخت و طولانی هست و نیازمند استمرار هست، نیازمند زمان گذاشتن هست و نیازمند وسواسی کار کردن و دقت زیاد گذاشتن هم هست. یعنی شما اگر میخواد یک سری برنامه ریزی هایی رو توی زندگیتون انجام بدید و اون مسیر موفقیتتون رو بیاید و حالا برنامه ریزیش رو انجام بدید و پلن هاش رو بریزید، میگه اصلا این کاری نیست که شما بیاید و خیلی راحت همینجوری بهش میگن اسمبل کردن، سر هم بندیش کنید. میگه اصلا این سر هم بندی کردن برای شما قرار نیست که جواب بده. ممکنه که یک فرد دیگه با کمترین تلاش بتونه نتایج خیلی بلند مدت و نتایج خیلی دقیق و کاملی بگیره، ولی میگه شما از اون دست افرادی هستید که باید برای چیزهایی که میخواید تلاش بسیار زیادی بکنید و دقیقا این پیامی هست که ساترن به ما داره میگه. ساترن یک سیاره‌ای هست که میاد و به شما میگه که شما باید تلاش بکنی، باید صبر داشته باشی، باید برنامه ریزی بکنی، باید انرژی لازمش رو داشته باشی و کارماهات رو کنار بزنی تا من به تو یک نتیجه و یک پاداشی رو بدم و من یک استاد سختگیری بالا سر تو هستم و اجازه نمیدم که هر کاری رو بدون تلاش بخوای به دست بیاری. دقیقا این صحبت های ساترن هست یا همون زحل همون سیاره یک گردیه که که اطرافش حلقه های خیلی جذابی داره و این به استاد حالا سختگیر خیلی معروفه، به معلم سختگیر، به پدر سختگیر و حالا زیاد از مبحث اصلی دور نشیم. ولی مسیر موفقیت شما رو با یک دقت زیادی داره نشون میده که نیاز داره دقت زیاد میخواد، وسواس زیادی میخواد، استمرار و بحث دیسیپلین رو خیلی میخواد و به نظر من به انرژی خوانی دیروزمون حتما گوش بدید. انرژی خوانی هفتگی که داشتیم دقیقا اونجا کارت داشتیم در مورد بحث دیسیپلین صحبت میکردیم و کارت امپرور در اومده بود. حتما برید اون رو ببینید.
و اینجا ما کارت جاجمنت رو داریم. کارت جاجمنت اگر برید حالا داخل کارت تاروت اصلی ببینید متوجه میشید که از آسمون یک فرشته‌ای داره یک شیپوری رو میدمه و از بالا داره یک سری صداهایی به سمت زمین میرسه که دقیقا نشون دهنده همین هست، که نشون میده که اون خواسته قلبی شما از آسمون داره به سمت شما میاد. فقط شما باید خودتون آماده این قضیه باشید که این دریافتی رو داشته باشید و اون رو دریافت بکنید. میگه اگر تمرکزتون جای دیگه ای باشه و به جای اینکه روی اهدافتون، روی آرزوهاتون تمرکز بکنید، روی مسائل دیگه تمرکز کرده باشید، میگه این موقعیت رو قراره که از دست بدید 100%. این اصلا فکرش رو نکنید. و من چرا دارم میگم حواستون جای دیگه ای نباشه؟ چون ما 3 تا کارت وسطی رو من به نیت موانع سر راهتون که برای شما کشیدم و 3 تا کارت بسیار باحالی در اومده بود. مهمترین موانع زندگی شما، یا بهتره بگم مهمترین مانع زندگی شما در رسیدن به آرزوها و اهدافتون بحث ارتباطاتتونه. شما هم از نظر رابطه عاطفی با یک فردی در رابطه هستید که این فرد شما رو خیلی محدود میکنه و زمان زیادی رو از شما میگیره. حالا ما نمیگیم که این فرد یک فرد خیلی حالا بدیه ها، نه، فرد خیلی خوبی هم میتونه باشه، ولی فردیه که ممکنه که نیازهاش یک مقداری برآورده کردنش زمان زیادی به طلب از شما و باعث بشه که شما به جای اینکه زمان کافی رو روی بحث مدیریت زندگیتون بگذارید، بهتون گفتم اینجا باید برنامه ریزی دقیق و وسواسی داشته باشید. میگه اگه بخواید برنامه ریزی دقیق و وسواسی داشته باشید شما نیاز به زمان دارید، ولی ممکنه که یک سری از روابطتون توی زندگی از شما خیلی زمان میگیرن، مخصوصا یک رابطه عاطفی در زندگی شما که میگه اینقدری از شما زمان میگیره که شما وقت کافی دیگه برای مدیریت کردن زندگیتون ندارید و این یکی از مهمترین موانع زندگی شماست که باعث میشه که شما نتونید به یک سری از آرزوهاتون برسید. و بعدش دقیقا ما کارت 3 جام رو داریم و به خاطر همین من دقیقا بحث رابطه عاطفی رو مطرح کردم. شما اینجا کارت 2 جام رو داریم و اینجا میتونه نشون دهنده یک رابطه عاطفی باشه و بعدش ما اینجا کارت 3 جام رو داریم که میتونه نشون دهنده یک روابط دوستانه‌ای باشه که شاید در ظاهر برای شما خیلی خوب هست ولی در باطن سوددهی زیادی برای شما ندارن. چرا؟ چون جام ها معمولا نشون دهنده احساسات زودگذری هستن. مثلا کارت 9 جام که یکی از کارت های به آرزو رسیدن رو داره نشون میده برای ما که حالا اینجا در نیامده ولی کلا میخوام مثالش رو براتون بزنم. یه کارتیه که نشون میده که اون به آرزو رسیدن ممکنه که خیلی سطحی باشه، مثل یک سری لذت های لحظه‌ای مثل سکس که شما در لحظه لذت میبرید ولی نیم ساعت بعد اصلا هیچی یادتون نمیاد. میدونید یه همچین انرژی هایی رو داره نشون میده و میگه که ممکنه که یک سری از روابط دوستانه زندگی شما با اینکه خیلی فانه، با اینکه خیلی بیرون میرید، خیلی تفریح میکنید، خیلی میگید، میخندید، آره به قول غیبت میکنید، خیلی لذت بخشه، ولی میگه در نهایت هیچ سودی رو برای شما برمغان نمیاره و شما صرفا دارید زمانتون رو صرف یک سری از کارهایی میکنید که هیچ نتیجه‌ای رو برای شما نداره و میگه خیلی خوبه که شما بیاید این زمانتون رو صرف این قضیه بکنید که برنامه ریزی های زندگیتون رو و آرزوهاتون رو انجام بدید و اهدافتون رو به سمت جلو حرکت بدید. چرا؟ شما اینجا کارت 6 جام رو داریم. 6 جام یکی از کارت های گذشته هست و انتهای این انرژی خانی ما در اومده و ممکنه که پیامش این باشه که کاری در زندگیتون انجام ندید که یک روزی بخواید به گذشته فکر بکنید و احساس پشیمونی داشته باشید. بهتون گفتم پشیمونی، دقیقاً اینجا ما کارت پشیمونی رو داریم. میبینید که در کنار هم دیگه هستن. کارت 5 جام رو داره نشون میده. میگه با اینکه اگر حالا این روابطت رو مدیریت نکنی پشیمون میشی در آینده، ولی میگه در همون آینده هم فرصت برای جبران کردنش هست، ولی میگه خیلی فرصت های مهم زندگیت رو قرار از دست بدی سر یک سری از روابطت، یک سری از رابطه های عاطفیت، حالا و یک سری از روابط دوستان. حالا میگم یک سری از روابط عاطفی، نگید منظورت اینه که با چند نفر در ارتباط، نه، ممکنه که الان شما حتی با هیچ کسی در ارتباط نباشید اما چون شما در گذشته مثلا یکی یا 2 رابطه عاطفی داشتید که به شدت ذهن شما رو به خودش جذب کرده بوده، خیلی جلب شده بوده ذهن شما، اصلا دیگه تفکر منطقی برای مسیر آرزوهاتون و موفقیت های مهم زندگیتون ندارید. صرفا احساس میکنید که یک موفقیت یعنی فقط یک موفقیت عاطفی،
یعنی شما یک عشقی داشته باشید که باش بگید، بخندید، تفریح برید، مثلا گردش برید، اینجا برید اونجا برید، فکر میکنید این یعنی موفقیت. درسته که ما باید در چیزهای کوچیک زندگیمون لذت ببریم، ولی از یه جهت دیگه ما باید به نهایت پتانسیل های وجودیمون هم برسیم. چون به قول درمان اگزیستانسیال، ما خودمون انتخابگر زندگیمونیم. ما وقتی که یک چیزی رو انتخاب میکنیم باید مسئولیتش رو بپذیریم. یه جا بهتون گفتن تو این کار رو کردی، باید چه درست باشه چه اشتباه باشه، باید با افتخار بگی من این کار رو انجام دادم. حالا نه که کار اشتباهی بکنی با افتخار بگی من انجام دادم و نه، ولی بعد اون کارت رو به قدری تصمیمت خالصانه خودت باشه که بتونی مسئولیت پذیر باشی 100% راجع بهش. خب بعد راجبش مسئولیت پذیر باشی. ولی بهتون گفتم چرا باید نهایت پتانسیل های وجودیتون رو استفاده بکنید. چون ما اینجا کارت ملکه چوب دست رو داریم. ملکه چوب دست یکی از کارت هایی که بسیار فرد قدرتمندی داخل تاروت، انگیزه بسیار بالایی داره، انرژیش متمرکزه، یعنی به جایی که انرژیش سر مسائل مختلفی پراکنده باشه، انرژیش روی یک سری از مسائل خاص زندگیش متمرکزه و فقط اونها رو مدیریت میکنه. شهود خیلی قوی داره. مثلا من بهتون گفتم که شما یک سری از روابطتون الکیان، اضافن و بعد اونها رو معتدلش بکنید. دقیقاً خودتون متوجه شدید که منظور من چیا هست. قشنگ متوجه شدید که کدوم روابطتون رو دارم میگم. این یکی از پتانسیل های وجودی شماست، چون دقیقا کارت ملکه چوب دست این رو داره نشون میده. و در کل بخوام بهتون میگم مهمترین موانعتون همین قضیه است. و با توجه به کارت پیج شمشیر باز هم نشون دهنده ارتباطات شما هست که دقیقا این رو داره نشون میده که ممکنه که یک سری از روابط شما روابط اینترنتی باشن و شما صرفا با یک سری از افراد داخل اینترنت وقت میگذرونید، یا دارید داخل سوشال مدیا خیلی اسکرول میکنید. اسکرول کردن داخل سوشال مدیا یعنی چی؟ یعنی هست مثلا داخل اینستاگرام میرید، یه ویدیو میاد، اینو سفر رو میکشید بالا، میره ویدیوی بعدی، میکشید میره ویدیوی بعدی، یا که اصلا انتها نداره، به این میگن اسکرول کردن داخل فضای اینترنت. مثلا یوتیوب هم همینطوره دیگه. یوتیوب هم هرچی سفر میکشید بالا ویدیوهای جدید میاد، به میگن اسکرول کردن. که میگه یا شما روابط دوستانتون یک سری تعدیل کردن نیاز داره، یا یک سری روابط عاطفی در حال حاضرتون رو باید چارچوب براش ایجاد بکنید و بیایید و وقت کافی بذارید براش. یعنی وقتی که کافی باشه ولی زیاد از اندازه نباشه، که وقت پرت نداشته باشید، وقتتون رو بتونید قشنگ برای کارهاتون بگذارید. از این جهت دیگه فضای اینترنت به شدت داره شما رو نابود میکنه. و من با توجه به کارت ملکه چوب دست که کارتی از انگیزه و نشون دهنده دوپامین هم میتونه باشه، دارم میبینم که شما توسط فضای مجازی خیلی آسیب دیدگی بیوشیمیایی مغز دارید. چون میدونید که اسکرول کردن و دیدن ویدیوهای کوتاه، حالا ویدیوهای لانگ نه ولی ویدیوهای کوتاه که میبینید 1 دقیقه هستن، چجوریه؟ شما از ثانیه 0 تا ثانیه 60 که یک ویدیوی شورت هست، ویدیوی کوتاه هست یا ریلز اینستاگرام هست، شما در بین 0 ثانیه تا 60 ثانیه یک ویدیو رو میبینید و یک نتیجه ای رو متوجهش میشید و پیدا کردن این نتیجه باعث میشه که در ذهن شما دوپامین ترشح بشه و بعد از یک مدت که شما درگیر این مسئله دیدن ویدیوهای شورتس یوتیوب یا دیدن ویدیوهای مثلا ریلز اینستاگرام باشید، به چه مرحله میرسید؟ به این مرحله میرسید که مغز شما فکر میکنه که برای هر چیزی که میخواد در این زندگی بهش برسه بعد نهایتا 1 دقیقه صبر بکنه. این رو حتما در مورد بحث دوپامین داخل فضای مجازی حتما مطالعه بکنید که چقدر اسکرول کردن، چقدر گشتن داخل فضای اینترنت میتونه ذهن شما رو نابود بکنه. ما مثلا یک کتاب که میخوایم بخونیم، مثلا کتاب رو میگه بعد از صفحه 0 که شروع میکنی، بعد از مثال میزنم بعد از 2 هفته یا 3 هفته که کتاب کامل میشه، شما اون پخش شدن دوپامین زیاد رو یهو دارید که مغز شما به خودش افتخار میکنه که من یک کتاب رو تموم کردم، من چه آدم مثلا توانمندی شدم، من چه دانش خوبی به دست آوردم، یا مثلا چه بار فکری به من اضافه شد. میبینید بعد از مثلا 2 هفته این بار میاد که این بار سال، بعد از 2 هفته این
ترشح دوپامینه میاد که این نوع سالمشه. ولی شما وقتی که توی فضای مجازی میتابید، از ابتدای یک ویدیو تا انتهای یک ویدیوی کوتاه ممکنه که 60 ثانیه طول بکشه و شما از اول تا انتهای ویدیو که 60 ثانیه از زمان که میگذره شما دوپامین دریافت میکنی. به خاطر همینه به اینا میگن دوپامین کاذب. چون شما شب که میایید بخوابید، مثلا بگید که مثلا بهتون میگن شما از مثلا صبح تا الان 200 دونه شورت ویدیو یا یوتیوب دیدی یا مثلا 200 ویدیو ریلز اینستاگرام دیدی، بیا لیست 200 شو برای من بنویس. در مورد چیا بوده؟ 10 تاشو به زور یادتون میاد. چرا؟ چون همش دوپامین کاذبه و اینا اصلا کد گذاری داخل مغز نمیشه که از حافظه چی بهش میگن کوتاه مدت شما رمز گذاری بشه به حافظه میان مدت و بعد بره به حافظه بلند مدتتون. اصلا اینقدر این محتواها محتوای بیخودی هستن، ببخشید اینجوری میگم، محتویات بیخودی هستن که اصلا مغز اونها رو فرصت اینو پیدا نمیکنه که بیاد و کد گذاریش رو انجام بده. همین که اون محتوا به درد ذهن شما نمیخوره و ذهن میاد کد گذاری بکنه و هم از یه جهت دیگه هی پشت سر هم که میاد، مغزی که فرصت این رو پیدا نمیکنه که بخواد این کار رو انجام بده. به خاطر هم یک سری از افراد هستن که وقتی که دچار این مشکلات دوپامینی میشن، خیلی نشونه های ADHD رو از خودشون نشون میدن. یعنی تمرکز کردن براشون خیلی سخت میشه. چرا؟ چون ذهنشون انقدر چیز پشت سر هم در طول روز میبینه و اصلا وقت نمیکنه که روی یک کدوم از اون ویدیوها بخواد تمرکز بکنه. پس دقیقا این رو بهتون بگم که شما پتانسیل رسیدن به آرزوهاتون رو 100% دارید. چون هم کارت ملکه چوب دست، اصلا انرژی خانی شما با کارت ملکه چوب دست شروع شد. یعنی شما آرزوی این رو دارید که مدیریت کنید یک مجموعه ای رو. حالا این مجموعه میتونه یک پروژه، یک کاری باشه، یک هولدینگ کاری باشه، یک شرکتی باشه، یک پروژه کاری، هر چیزی میتونه باشه، یک خانواده باشه. حتی ممکنه که خیلی هاتون دلتون بخواد یک خانواده رو اداره بکنید. میگه به این اداره کردن رو میتونی انجام بدی، انرژیش رو داری، توانمندیش رو داری، پتانسیل وجودیش رو داری. فقط نیازمند وسواسه، نیازمند دقت، نیازمند برنامه‌ریزی و 8 سکه داخل کارت تاروت بخواید ببینید، میبینید که از افراد دیگه فاصله گرفته و میبینید کل افرادی که در کنارشن یه گربه است و یه دونه پرنده است، 3 تا پرنده هم اینجا هستن. میبینید کل افرادی که باشون هست. یعنی چی؟ یعنی اینقدر از اون بحث حالا شهری اینا فاصله گرفته که اصلا خودشه و خودش، فقط یه سری حیوانات هستن در کنار و اطرافش. که دقیقا مسیر موفقیت شما رو نشون میده. میگه مسیر موفقیت شما مهمترین موانعش فقط موانع ارتباطی شما و ارتباطات شما. کلا بحثی به نام فضای مجازی، سوشال مدیا، هم یکی در واقع سوشال مدیا، دوست هایی که فقط دنبال وقت گذروندن، روابط عاطفی که فقط برای سود دهیان. یعنی شما فقط به هم دیگه سود میرسونید توی یک رابطه عاطفی، به جای اینکه همدلی بکنید برای هم دیگه، به جای اینکه همدردی بکنید، به جای اینکه برای رشد هم دیگه تلاش بکنید، صرفا فقط دارید یک سری ادای داشتن رابطه رو در میارید. صرفا به خاطر اینکه مثلا جلوی دوستانتون بگید منم یک رابطه عاطفی رو دارم، مثلا من هم میتونم یک رابطه عاطفی رو مدیریت بکنم. صرفا برای این قضیه دارید اون مسیر اهدافتون رو خیلی خیلی خراب میکنید، متاسفانه. و بهتون گفتم 100% بهش میرسید، چون کارت جاجمنت اینجا هست. کارت جاجمنت از آسمون داره یک فرشته میدمه داخل یک شیپور. یعنی اون خواسته شما از بالا به سمت شما میاد، از عالم بالا به سمت شما میاد. یعنی ممکنه که خواسته شما، ما انسان زمینی هستیم، ولی خواسته قلبی شما یک خواسته الهیه. شاید حتی شما قدرت این رو داشته باشید که یک سری افراد دیگر رو جوری رهبری بکنید که زندگی یک سری از افراد دیگر رو نجات بدید. میدونی چی میگم؟ مثلا یک کارآفرینی بشید که افراد دیگر رو مدیریت میکنید. این هم خیلی عالیه، خوبه برای شما افتاده. ولی بعدش گفتیم که چجوری دور بزنیم. کارت تمپرنس در مورد تمپرنس نشون میده که شما بعد از تمام پتانسیل های وجودیتون استفاده بکنید. اگر مهارتی در زندگیتون دارید، هر چقدر که فکر میکنید اون مهارت کوچیک است، از همون کوچیک بودن استفاده بکنید و اونها رو با هم دیگه ترکیب بکنید و
مهارتاتون رو با هم دیگه ترکیب بکنید. اصلا کارت تمپرنس نشون دهنده چی؟ نشون دهنده اینه که شما تمام ابزارهای موجوده در زندگیتون رو با هم دیگه ترکیب میکنید و یک مثلا معجون جدیدی رو درست میکنید. این دقیقاً کارت تمپرنس رو داره نشون میده. میگه شما هر چقدر توانمندی های کوچکی هم که دارید و اونها رو اصلا جزء مهارت حساب نمی‌کنید رو هم بیاید ازشون استفاده کنید توی مسیر پیش روتون. اگر کار تولید محتوا میتونید انجام بدید، این کار رو حتما انجام بدید. من نور اینجا رو روشن بکنم یادم رفته بود. اگر کار تولید محتوا میتونید انجام بدید، این کار رو انجام بدید. اگر میبینید که سبک صحبت کردن شما به دل افراد میشینه، این رو در نظر بگیرید. اگر میبینید که خلاقیت خیلی زیادی دارید، این رو ازش استفاده بکنید. اگر میبینید سلیقه خوبی دارید، اون رو ازش استفاده بکنید. از تمامی چیزهایی که در زندگیتون دارید استفاده بکنید که بتونید از خودتون یک فرد قوی تری بسازید. و بعدش ما کارت چریت رو داریم و چریت فردی هست که تمامی مواد لازم برای شروع کردن یک کار رو داره. فقط تنها چیزی که بهش نیاز داره بحث دیسیپلین و یک مقداری هم اراده هست، که میگه شما فقط نیاز دارید که اراده کنید که بخواید استارت بزنید. میگه شما وقتی که خودتون رو بهتر بشناسید، چون کارت جاجمنت یکی از کارت های شناخت خود هم هست، خب کارت بیداری و آگاه شدن هم هست، که میگه وقتی که شما خودتون رو بهتر بشناسید میتونید متوجه بشید که چه توانمندی های مهمی در زندگی دارید که خیلی ها ندارن. میدونید بعضی از ماها واقعا یه سری مهارت هایی داریم که فکر میکنیم همه دارن، در صورتی که توی زندگی واقعی که میریم میبینیم واقعا هیچ کسی نداره، هر کسی اون رو نداره و خیلی جالبه این قضیه. خب میگه سعی بکنید که خودتون رو بشناسید، خودشناسی رو که کار بکنید، میتونید خودتون مهارتاتون رو بهتر بشناسید و این مهارتاتون رو که با هم دیگه ترکیبش بکنید و کمباینش بکنید با هم دیگه، در هم دیگه میکسش کنید، حلش بکنید، یک فردی میشید که تمام مواد لازم برای استارت زدن یک پروژه کاری رو داره و بعد که استارت بزنید موفق بشید. واقعا این رو دارم برای شما میگم، چون کارت شش جام برای شما در اومده که شش جام یکی از کارت هایی هست که نشون دهنده یه دلخوشی بچگانه هست، که میگه شما به قدری دلتون خوش میشه و خوشحال میشید که مثل یک کودک بی دغدغه میشید. کودکی اینقدر خوشحاله که خیلی بی دغدغه است نسبت به همه مسائل. خیلی انرژی برای شما جذاب بود، واقعا جذاب بود. اینجا مسیج آف کانسرن داریم، یک پیامی که باعث حالا یک مقداری دلاشوبی شما میشه که من این رو دقیقاً در کنار فضای مجازی دارم میبینم. ممکنه که اخبار فضای مجازی رو زیاد دنبال میکنید که این اخبار مجازی خیلی داره ذهن شما رو نابود میکنه و اون حال خوب شما رو داره ازتون میگیره و این حال خوب که از بین بره، شما اصلا اون توانمندی کاملا نگیم، کمترین حد توانمندی برای استارت زدن کارهای روزمرتون رو از دست میدید. انقدر ذهنتون از انرژی خالی میشه که هیچ کار دیگه نمیتونید انجام بدید، صرفا چون یک خبر ناراحت کننده ای به شما میرسه از فضای مجازی و صرفا روز شما رو به هم میریزه. پس سعی بکنید که این قضیه رو حتما راجبش فکر بکنید، از فضای مجازی یک مقداری فاصله بگیرید، از دوستانتون دوستانی که خیلی سطحی هستن فاصله بگیرید. اگر روابط عاطفی در حال حاضر دارید که خیلی سطحی، از اون فاصله بگیرید و سعی کنید که منتظر فردی باشید که به قولی خیلی فرد عمیقی هست در زندگی. بعد از اون کارت مریج رو داریم که بحث ازدواج رو داره نشون میده. این بحث ازدواج هم میتونه نشون دهنده بحث مشارکت کاری باشه، هم میتونه بحث ازدواج واقعا ازدواج مریج باشه، که این رو هم دارم ببینم برای شما خیلی خوب هست. و این رو در این وسط داشتم، ردیف وسط داشتیم که جزء موانع شما بود که نشون میده که روابط سطحی شما که از بین برن جا باز میشه برای یک سری از روابط قطعی تر و امن تر در زندگیتون. یعنی برای اینکه شما امنیت بیشتری رو در زندگیتون به دست بیارید، خیلی 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 مهمه که روابط سطحیتون رو فاصله بگیرید ازش تا جا باز بشه برای افرادی که واقعا جایگاه خیلی خوبی در زندگی شما میتونن باز بکنن، جایگاه خوبی میتونن اتخاذ بکنن در زندگی شما. افرادی که واقعا از نظر جایگاه اجتماعی جایگاه خیلی خوبی دارن، مهارت‌های اجتماعی و زندگی خیلی خوبی دارن، افراد رشد یافته‌ای هستن، افراد بیدار شده‌ای هستن. میگه این روابط سطحی که کنار بره، همچین فردی وارد زندگی شما میشه. فرد آگاه، فرد بیدار، فرد
واقعا عاشق، فردی که فقط عشقش از روی جام نیست، از روی احساسات لحظه‌ای نیست، از روی احترام، از روی عشق، از روی چارچوب، از روی تلاش، از روی مسئولیت پذیری، از روی اعتماده. میگه جای یک فرد عاشق رو واقعا باز کنید در زندگیتون و نذارید هر کسی که از سر راه میرسه خودش رو در جای اون فرد قرار بده. بعدش کارت چایلد رو داریم که یک کارت بچه رو داریم میبینیم. احساس میکنم با توجه به کارت 6 جام یک فردی واقعا به شما نیاز داره، یک کودکی یا یک فردی که سنش از شما پایین تره واقعا به شما نیاز داره. و یا حتی اگر یک فردی که سنش بالاتر باشه رو بخواد نشون بده، میتونه یک فردی رو نشون بده که بنده خدا خیلی فرد ساده ای هست، خیلی مهربونه، خیلی تو دل بروه. حالا ممکنه که سنش بالا باشه ولی یک فردی که اصلا شیله پیله به قول خودمون نداره. میگه ممکنه که این فرد به شما خیلی نیاز داشته باشه، سعی کنید که در این چند وقت اخیر در کنار این فرد باشید و مطمئن باشید که دل پاک این فرد میتونه که شما رو یک دعای خیلی خوبی بکنه و اون رسیدن به آرزوی شما رو خیلی برای شما نزدیکتر بکنه. حالا من 3 تا باز زمانی کشیدم برای اینکه ببینم چه باز زمانی به به 3 تا از آرزوهاتون میرسید. کارت اولی کارت 3 که در اومده که 3 که میتونه نشون دهنده یه ماه دی و یا ماه بهمن همین امسال باشه که قراره که تجربهش بکنیم. یعنی اگر یکی از آرزوهای شما آرزوی کوتاه مدتی، یعنی واقعا میبینید که در کوتاه مدت میشه بهش رسید و یا از باز زمانی خیلی گذشته اون رو استارت زده بودید، از 10 وعده پیش اون رو استارت زده بودید ولی الان منتظر نتیجهش هستید، ممکنه که توی دی ماه و یا بهمن ماه بهش برسید. اگر یک کاری هست که تازه میخواید استارتش رو بزنید، دارم میبینم که داخل باز زمانی تقریبا آبان ماه و یا آذر ماه سال آینده قراره که بهش برسید. این رو هم دارم میبینم. اگر کارتون یک پروژه خیلی بزرگیه، یعنی یک کار خیلی بزرگی رو میخواید انجام بدید که تاثیرات زیادی رو روی مردم میذاره، مثلا میخواید یک کارآفرین بشید و کارآفرینی رو شروع بکنید، ممکنه که این بحث کارآفرینی که از الان بخواید استارتش رو بزنید مثلا داخل آبان ماه و یا آذر ماه سال دیگه بخواد به شما نتیجه خودش رو بده. و بعد از اون ما کارت 5 جام رو داریم. 5 جام داره نشون میده که ممکنه که یک سری از آرزوهایی که در ذهنتون دارید شاید جنبه به واقعیت تبدیل شدن رو نداشته باشن، ولی این رو داره نشون میده که به جای اینکه اون آرزو برآورده بشه، آرزوهای دیگه شما قراره که برآورده بشه. چون میبینید یه 3 تا جام اینجا ریخته و یک فرد به شدت ناراحته اینه که بگه مثلا 3 تا از آرزوهام برآورده نشد، در صورتی که 2 تا از مهمترین آرزوهای زندگی این فرد برآورده شده و صرفا فرد کافیه که به عقبش نگاه کنه و ببینی که واقعا توی زندگیش به یک سری از آرزوهاش رسیده. حالا این یک مثالی بود که من برای شما زدم ولی از یه جهتی دیگه خود کارت 5 جام نشون دهنده حضور مارس یا همون مریخ داخل اسکورپیو هست که دقیقاً ترانزیت الان استرولوژی هست که مریخ داخل اسکورپیو هست، یعنی مریخ داخل نشان عقرب هست که نشون میده که شما انگیزه کافی برای استارت زدن کارهای جدید رو دارید، ولی ممکنه که یک مقدار این چند وقت پرخاشگر شده باشید، انرژی هاتون یک مقداری حالا ماهیت جنسی بیشتری به خودش گرفته باشه. میگه اگر بتونید این انرژی هاتون رو مدیریت بکنید و از این انرژی هاتون استفاده بکنید و یک سری پروژه های کاری رو استارت بزنید، میتونید به یک سری از نتایج بسیار بزرگی در زندگیتون برسید که حتی خیلی ها قراره که شاخ در بیارن. و چرا دارم میگم شاخ در بیارن؟ چون از یه جهتی این 2 تا کارت رو با هم دیگه ببینید، شما این فردی هستید که دارید زندگی خودتون رو میکنید و افراد دیگه واقعا به صورت حیران وار به شما دارن نگاه میکنن، خیلی حیرون میشن شما رو که میبینن و سبک زندگیتون رو که دارن میبینن که نشون دهنده رشد شما هست. و بعدش کارت برج رو داریم که کارت برج میبینید که یک صاعقه تکون خورد، یک صاعقه خیلی بزرگ خورده به یک برج و یک سری تغییرات ناگهانی رو به وجود آورده که داره این رو نشون میده که ممکنه که شما یک سری تغییرات مهمی توی زندگیتون به وجود بیاد به واسطه یه سبک زندگی جدیدتون و کارهای جدیدی که میخواید استارت بزنید که حتی خیلی از افراد قراره که متوجه این انرژی بشن، یعنی خیلی قراره که سر صدا به پا بکنه. و به خاطر همین میگه که سعی بکنید که از چشمای بد دور کنید، خودتون رو با هر کسی رفت آمد نداشته باشید و فضای خونتون رو و خودتون رو حتما پاکسازیش رو انجام بدید از جانم. اگر این چنین بود که
دوست داشتید از انرژی های این انرژی خانی بهره مند بشید، خیلی خوشحال میشم که لایک رو بزنید و کامنت بگذارید حتما داخل چنل، چون من همه کامنت ها رو میخونم و با عشق بهش پاسخ میدم. و اگر انرژی خانی من و سبک خوانش من رو دوست دارید، خیلی خوشحال میشم که چنل من رو سابسکرایب داشته باشید از جنم. خدا نگهدار.